کاناتا رو بهتر بشناسید. کاناتا منطقه‌ای از اتاوا هستش که قبلا شهری جدا بوده، ولی در سال 2001 تقریبا همسنای پسر من به اتاوا پیوسته. کاناتا جاییه که شما از امکانات و تکنولوژی یک شهر بزرگ استفاده می‌کنید، ولی در عین حال از آرامش و جذابیت‌های یک شهر کوچیک هم لذت می‌برید. من منی اکبری هستم. بیایم با هم ببینیم که چرا کاناتا تبدیل شده به یکی از جذاب‌ترین منطقه‌ها برای زندگی، مخصوصا برای خانواده‌های ایرانی. احتمالاً می‌دونید که به کانادا سیلیکون ولی شمال هم گفته میشه. دلیلش هم اینه که شرکت‌های های تک زیادی مخصوصا توی شمال کانادا دور همدیگه جمع شدن. شرکت‌های مثل اریکسون، شاپیفای، نوکیا و کنکسیس. اگر شما در زمینه تکنولوژی و فناوری کار می‌کنید، کانادا جای شماست. کانادا مدرسه‌های خیلی خوبی رو توی خودش جا داده. یکی از بهترین اون مدرسه‌ها مدرسه معروف ارل آف مارچه. رنکینگ این مدرسه 9 از 10. در کل مدرسه‌های خیلی خوب دیگه‌ای هم هستن، مثل مدرسه هولی ترینیتی که رنکینگش 7.4 از 10. وجود این مدرسه‌های خوب در کنار همدیگه توی این منطقه باعث شده که بسیاری از خانواده‌هایی که اهمیت ویژه‌ای به تحصیل فرزندانشون میدن به این منطقه جذب بشن. اگه مثل من عاشق طبیعت و فضای سبز هستین، کانادا هر نیازی رو که دارین برآورده می‌کنه. به عنوان مثال جنگل حفاظت شده ساوت مارش یا پارک بیور پاند که تریل‌های پیاده‌روی و دوچرخه سواری عالی داره. اگر مایل گلف هستین که میتونین از باشگاه گلف کانادا لذت ببرید. کانادا یکی از بهترین مناطق برای تفریح و سرگرمیه. مثلا تنگه آتلت رو داریم که یکی از بهترین مجموعه‌هایی هستش که تمام برندهای معروف رو توی خودش جمع کرد. واو. اصلا اینجا حالمون خوب میشه. 2 تا 7 خیلی خوبه. ببین اینجا خسته شدی میتونی بشینی خوراکی بخوری، بری اینجا خنک بشی، همه چی برات داره، حالشون بری. اکثر برندهای خوب دنیا رو داریم اینجا، از نایک گرفته تا بیایم بریم تا آدیداس. این از تنگر. بریم سنتروم رو بهتون نشون بدم. علاوه بر اون کانادا سنتروم رو داره که تقریبا توش همه چی هست، از سینما گرفته تا مرکز خرید، رستوران‌های خوب و یک جای عالی هست برای وقت گذروندن با دوستان و خانواده. یکی از خوبی‌های کانادا موقعیت مکانیش هست که همونطور که می‌بینین سمت غرب اتاوا واقع شده. اتوبان 417 باعث میشه که دسترسی خیلی خیلی آسونی ما به مرکز شهر داشته باشیم و با گرفتن این اتوبان 417 ما ظرف 25 دقیقه میتونیم به مرکز شهر برسیم و اینجا هم که فرودگاه بین‌المللی اتاوا قرار داره، تقریبا با 30 دقیقه رانندگی ما میتونیم به راحتی از کانادا به فرودگاه بین‌المللی اتاوا دسترسی داشته باشیم. یکی از محله هایی که برای یک لایف استایل لوکس و های اند خوب هست محله کاناتالکس هستش که شمال اتوبان واقع شده. این محله رو بهش محله کاناتالکس میگن. اگه دنبال زندگی توی فضای سبزتر، لات‌های بزرگتر و پر درخت‌تر هستین، منطقه بیور بروک رو میتونین انتخاب بکنین که این سمت هست. منطقه برایدل وود رو داریم که خانواده‌های جوان زیادی اونجا زندگی میکنن، مدرسه‌های خیلی خوبی داره، با قیمت یه مقدار مناسب‌تر از کاناتالکس میشه اونجا خونه خرید. منطقه گلنکرن رو داریم، منطقه کاتیماوی که جزء یکی از قدیمی ترین مناطق هست و نزدیک به 417 هست. منطقه استیسفیل منتهای علیه غربی کانادا قرار داره، جنوب اتوبان. یه محله دیگه خیلی خوب رو هم اینجا داریم که محله مورگنز گراند هست که بهش ساوت مارش هم گفته میشه. خیابون مارش رود رو که به سمت بالا میریم همه شرکت‌های های تک توی این قسمت جمع هستن و محله بسیار عالی هست، هم برای فامیلی و هم برای کسایی که توی شغل‌های های تک کار میکنن و توی این شرکت‌ها استخدام هستن. چه دنبال یک خونه لوکس باشین که کاناتالکس این امکان رو به شما میده، چه دنبال یه تاون هاوس مدرن که توی امرالد میدوز میتونین پیدا بکنین و چه دنبال یه خونه پردرخت و باصفا که توی بیور بروک میتونین پیدا بکنین، کانادا برای همه این موارد آپشن داره. توی این ویدیو خیلی مختصر راجع به کانادا صحبت کردیم، ولی واقعا برای انتخاب محل زندگی دیتیل های زیادی وجود داره که باید کیس بای کیس مورد بررسی قرار بگیره. توی این مسیر همراهتون هستیم که بتونین بهترین انتخاب رو داشته باشین.